به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید. خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم برنامه تیر است و من سمر زلمی با همکارای خوبم در خدمت شما هستم. آقای منوچهر خوش آمدید. سلامت باشین. بازم سلام. بازم با یکی از برنامه‌های تیر خوش آمدین. خب همیشه دیگه از ما خودت شروع دیگه گپ شروع ناقی گپ میزنیم همینجا. سلام بیننده عزیز. خب توتی هم که مانده بود. توتی هم سلام تقدیم میکنه. سلامت باشین. شرفپور سیان تشریف آورد. سلام شرف. دیگه هم کس هست که دیگه کی میاد؟ پیدا میشه، تعداد زیاد است. حتما میمونا میای بس. ما چی گپ است؟ اینجا چی گپ است؟ باز کدوم چیز پیدا کرد؟ شرفپور غرق است. او دفعه هم غرق شده بود، حالی هم غرق است. جان سلام. سلام علیکم. سلام جان، خوب است؟ با چی گپ است؟ موضوع گپ بسیار است؟ مهمی فکایی اینجا نوشته است. خب به اینجا تو مرا مرا خیلی گرفته ای. واقعا ببینم تو چی گپ است. این است. کدام قسمت؟ اینو میگی؟ از اینجا موضوع بسیار واقعا بخوانی جالب بود. هم جالب است هم پیش کو من ببینم فکایی است. واقعیت است. نه فکایی نیست، از فکایی بدتر است. چی است؟ بیا اینو ببین. چی هستی؟ این دیگر رقم است. خب رئیس صاحب محترم واه بخوانش. منو بگوی دیگه. ای امو بچه خاله تو ورسته کارده. خیلی جالب است. یکی از دو تن از هموطنان ما که قبلا اونا فکر میکنن عاشق و معشوق یکی دیگه بودن، فکر میکنن. اما زکیه و محمد علی بامیانی رو میگی دیگه. بله بله. دو تا دلداده. اینا چند ماه را در کوه ها گذاشتن. بله. رفته بودن، پد بود از چشم مردم پد بودن که جانشان در خطر بود. یا خب با کابل که میان در کابل زندانی میشن و فعلا هم پس برگشتن رفتن بامیان رفتن. حالا از چشم خیلی مردم ها پد هستن به خاطر که جانشان در خطر است. ولی اینجا رو بیا بگی چی نوشته است. اینجا رئیس صاحب امور زنان ولایت بامیان اونا از موقع استفاده کرده و البته سو استفاده کرده. سو استفاده کرده ماهرانه یک عمل انجام داده و او عمل قسم است که رفته در کجا نمیفهم در چه وقت و در کدام مکان پیش کی اوجا ثبت نام کرده و عنوانی که از آدرس آقای علی و زکیه خانم که او را فکر میکنم معرفی کرده که گویا پسرش هست. بچه خود محمد علی نامش مونده و دخترش هم زکیه معرفی کرده و بالاخره در یکی از کشورهای اروپایی فکر می افریقایی خارجی است خلاص. باز اینجا قضیه چی است که شوهر خودم با خود برده. بله. و قضیه است که قبول هم شده. این دو اصلی کسایی که مثلا زکیه و محمد علی اصلی قرار اونجا جانشان در خطر ششتن قرار. این زکیه و محمد علی کدام توتی نداشتن مرا میزن جایشی رئیس. حال تو بال داری هر طرف میری برو پناهت به خدا. آزاد هستی. ما ور قید نیستی که ما شور خورده نمیدونه. وزنم هم زیاد شده. در زینام بالا شده نمیتونم. تو چطور؟ خب به هر صورتش خداوند هدایت بکنه ما را هم و همگی را. یک سوال در ذهنم خلق شده. موضوع دیگه هم که اینجا شده ببخشی. خب بخوان بعض کمکارم و اینجا یک چیز دیگه است. اینجا نوشته شده گفته می شود رئیس پیشین امور زنان بامیان به همکاری یک خانم آمریکایی در کشور آفریقایی رواندا پناهنده شده است. گفتم من به آفریقایی همون چیز بوده. قضیه چه کمکار شده برای دو تا دلواقته اصلی که زکیه و محمد علی است. اونا هم رئیس حساب گرفته. بله. اونا رو گرفتن. البته در یکی از رسانه‌های چاپی به نشر رسیده و دوشنبه 23 اسد 1393. خب میفهمید این بخش چی داره؟ چی داره؟ یک چیز خیلی جالب. خب وقفه. خب بازم خوش آمدین بیننده‌های عزیز. یک مسئله خیلی مهم، مبرم و حیاتی. بله. بیا بریم امریکا لا 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 لای 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 دمو تره هوندا لا لا. میفهمی من چی شده؟ بعد از جنگ دوم جهانی تقریبا در حدود 16 کشور اروپایی که کاملا در جنگ ها متضرر شده بودن
کمکایی که به او کشورها داده شده و اون کشورها تاسیساتشان از بین رفته بود و دوباره به پا استاد شدن و زیبایی های شهر خود همه لذت میبرن، از پارکاش، از تاسیساتش، از تولیداتش، از همه چیزش در مجموع اونا به پا استاد شدن. ولی میفهمین امو کمک ها به افغانستان عزیز هم شد ولی ما به پا استاده شده نمیتونم تا که یک آدم از دستم نگیره. خب بیا چی کنیم قغمه؟ چی کنیم قغمه؟ چی کنیم؟ بخش چسانه ببینیم. خوش آمدین به بخش چسانی. برنامه چسان است که پر از هیجان است. هیجان رو ببینید. نام خدا دوستای عزیز. بله بسیار خوش آمدید. بله خانم شما بسیار خوش آمدید. خوش باشه. بسیار خوش آمدید. خب ما مهمانای عزیز خودم میخوایم به معرفی بگیرم در این برنامه. جنابشان سه شنبه عزیز. یالا خوش آمدید سه شنبه جان. جنابشان چهارشنبه عزیز بسیار خوش آمدید. پنجشنبه خانم پنجشنبه بسیار خوش آمدید. خوش باشه. بسیار خوش آمدید. تشکر از شما پنجشنبه عزیز. خب و جمعه گل عزیز بسیار خوش آمدید. قربان شما. بعد از خیلی مشکلات بود که چندین بار شما را قرعه کشی کردیم که تا این برنامه آمدین و بسیار وقت شده ثبت نام کردین. خب ما میخوایم که سوال یعنی چستان برنامه امروز فقط یک شای براتون نشان میدم. شما بگین که چی است. فقط خیلی راحت و آسان. برنده ازیم بسیار یک چیز بسیار هم خوب و مقبول و وقتی که خب دیگه پیشت باشه خیلی. خب اولتر از همه ما میخوایم که سه شنبه عزیز بگن که این چی است. یک بار خود اجازه است؟ نه دست زدن ممنوع. خب واضح دیگه خیلی بد ما میایی. چطور؟ به خاطر که همین دانم از بیخی سوزش میگیره، کام ما همین بیره ما نزدیکش کردی دیگه کم میخورم از این میجم که سوزش میگیره تا معده ما. خب دیگه معلوم است در خارج خود مثلا گوشت قاق پیدا نمیشه، از اینجا من به خوشیمشان روان میکنم در خارج. یا بانجان سیاس خوشش کردن در قوطی کنسرو انداختن به خارج. اشتباه قربان شما. اشتباه بشه سر جای میشه دید دلم اشتباه. خب من میخوام که از نفر دومی برنامه اشتراک کننده دومی برنامه بپرسم جنابشان چهارشنبه عزیز دل ما. لولگک جواب بده. چهارشنبه قند بفرمایید چی است؟ جواب میتی یا نه؟ یک نفر خنده گل کنه. بریم یا باشه. چی است؟ اشتباه گفتی جانش ساسش هم نیست. ببخشید قربانتم. طرف پایین سر که کم یاته بهتر ساده است تو. خب ببخشید. خب پنجشنبه گل گلاب. پنجشنبه گل گلاب. خب معلوم دار است دیگه. اجازت پس کنین من جوش میفهم. رفتش این چی معنا داره؟ خب معلوم دار است. من اولتر براتون بگم که ایره به جوابش براتون سردم میگم. من در یک واریسی رفته بودم بعد از خیلی وقتا اما تجیش نمالا چه یک چیزی سر میز غذا خوریسه. باور کنه خیلی دیر شده بود که من نخورده بودم. نخورده بانجان سیاه بانجان سیاه چی خیلی؟ اونو رقم بانجان سیاه میمونه. لوله کباب. اشتباه قربانتم. اشتباه مزاق میکنه. نه اشتباه کاملا اشتباه. شما اینو دیدین قوطی فکر میکنید کنسر لوله کباب و بانجان سیاه و ساسج چی داد. اشتباه گفتی جان بیادر. تو دیگه خنده نکنه. یک دقیقه لقمه نیست قربانتم. اشتباه کرده در هتل کال برینه لوله کباب نیست لوله خمیر است کل از واله. خب قربانتم اشتباه گفتین. فقط امید ما با شما جناب مهمانی نو. اجازه بدید یک موضوع که اینا جواب دادن اینجا یادداشت گرفتید. بله. شما تا بال سه چه لوله دیدین؟ اون گفتم نمیچه است. شکل لولک است تا بال امروز. چی میگی؟ پس شما در این باید گفایتم فکر نکنه شما بفهمین. من براتون میگم سیگار است اما قبل از اینکه بگویم سیگار است. بله از این اول که شما این نشان دادین من فهمیدم که نام خدا چوتار بگویم بهتون. بسیار زیاد فهمیده بگویم بهتون. بسیار هوشیار بگویم بهتون. شما که میره نشان دادین میخواستین که باز کسی در این برنامه چیزی را نفهمه و جایزه پس به نفع شما تمام شود. ما اجازه بدین قبل از اینکه جایزه را براتون جواب بدم. جایزه را جواب بدید یا سوال جواب بدید؟ سوال جواب بدم. یعنی جایزه را بگیرم. اردوش یک ماناست. بسیار ببخشید. ما یکی از آرزوهای ما بود که در برنامه شما بیایم و از آرزوهای بابوی ما بود که در برنامه شما بیایم. اون از امون خاطر مرا شو تا صبح خو نگرفت
که در برنامه صبح دعوت هستم اینجا آمدم. بسیار آرزو دارم که مرا از تلویزیون جهانی شما مردم ببینن. صبح که دخترها سعی کنن که من در ایستگاه استاد هستم بگه اونم خندولک لکشاو در تلویزیونتان لاودگی میکرد. بابا شما تا جای این فهمیدین شما بیت سواله. بله بیشتر گفتید سیگار. پیش برین ببینید کدام سیگار میگه. میخوایم بگیم این مخفف گرفته یک لحظه Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. یعنی من خب الان چک شاید بهترین سوال یعنی اداره عمومی محافظت خاص برای بازسازی افغانستان که قبل از این هم بعد از جنگ دوم جهانی بله بعد از جنگ دوم جهانی کمکی که بر از اونا شد 16 مملکت اروپایی با اونمو پول سرمایه که از همون زمان داده شده بود اونا کلش بازسازی شد و به پای خود استاد شدن. متاسفانه 16 برابر از او بر افغانستان دادن و بدبختانه که در هر جای میری سرکا علم میشی، خاکدان خاک خلاصه خودت او میشی. بله و بدبختی است که سلاحایی که مصرف شده بود در اینجا آورده شده حتی سلاح گم شده. کی لنگاری گمی کی خورده. یک چیز میخوام که بگم برات. فکر میکنم میگن که همون پولی که برای ما کمک شده بود بعد از جنگ جهانی دوم با 16 کشور اروپایی اینمی مقدار پول به اونا کمک شده که اونا بازسازی کردن. اونا نمیفهم که پیشرفت کردن. ما مجبوریم اون کشور که ما کشور اروپایی به ما هم کمک کردن از جمله فرانسه هست. ببینید شما فکر کنید بسیار رنجاور است. از اول شما یک هوشیار هستین. چک نقطه مهم را شما توجه کردین. شما این کلم جسکت توجه شما جایی بوده که از جمله از این 16 یک از این مثال داد که فرانسه هم به افغانستان کمک کرده. بله گپ میدار خواهش میکنم بفرما جان بدار. تو جوان نداری بیادر اون رسک اینا کلا موتور رسک اینا کلا او کلاش تو گپ گوش کن. یک دقیقه باز به نوبت گپ میزنیم. بله اجازه است من همین یک تار بروت از این شیر بروت به یادگار نگاه کنم؟ واقعا که این آدم گل ماست، افتخار ماست. قربانت شما. یک چک چک دیگه هم برش بکنید. یک چک چک دیگه خیر است. ببینید پنجشنبه عزیز یک چک چک دیگه جایزه تون رو بگیرین. بیاین جایزه تون رو بگیرین. بیا قربانت شما. بابا جایزه تون رو بگیرید. زیاد تشکر. خواهش میکنم. اجازه است که مو بر من چک نه شروع نکنید. نه برو نوشی جان. نه گوش کنید. اینجا نه قربان شما. بفرمایید وقت زیاد داریم. خب عزیزای دلم این بود بخش چستانی برنامه. ببخشید این از جمله همون سلاح‌های گم شده خو نبود. خب شما دیگه باید به این موضوعات قدر چی نکنین چوبتانه بگیرین. درست است عزیز دلم. تشکر از شما. این بود بخش چستانی برنامه. تا چستان دیگر الله حافظ. دوستان بودم خوش آمدین. امروز متفاوت با دیگر روزها یک گزارشگر بسیار محترم از ما گزارش میگیره. ما هم هر چی که راست بود برشون میگیم. حقیقت است باید آدم باید بگه. منوشیر جان جانم سلام علیکم. دوست ما تصویر میگیرن. خوب هستین بخیر. سلام. همین از یادت کردم. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. آزاد هستی بدر هر تصویر هر چی میخوای بگی هزار دفعه. تشکر. امر کنه ما در خدمتت فقط. یک تصویر بسیار کوتاه ازتون میگم. فقط تصویر؟ گپایم خواهد داشتیم. گپایم داره. بدر چی میکنی؟ نمیدونم دیگه تصویر بگیری فهمیدی؟ در منطقه نمیمونم تیشی فهمیدی؟ کی بود؟ بخیر بدر بخیر. بدر چرا ناجانا وار میکنن اما تو؟ حالا کی بود میشناختی؟ نه بدر ما اومدیم یک تصویر بگیریم. چرا وار میکنن ناجانا گزارش بگیریم؟ بسیار ببخشید بیادر. بسیار ببخشید. ما نفهمیدیم بدر کی چی گپ است. بیا اینجا تو بشی. خب دوستان گرامی شما پیتوی سیاسی رو ببینید. خوش آمدید به بخش پیتوی سیاسی برنامه. من جانان دو هستم و میمانام تشریف آوردن در برنامه. موضوع بحث ما را مثلا هیچ پرسان نکنید قربانتون شم. هیچ گپی نیست. خیریت است. خب میمانای عزیز خودم من معرفی میگیرم. هر 4 میمان تشریف آوردن. یکشان بسیار ناراضی هستن. خوش آمدید میمان عزیز. آقای راه بلد کارشناس مسائل راهگمی بسیار خوش آمدین. آقای ایوانویچ قرچپور متخصص ادبیات سیاسی بسیار خوش آمدین سید. بسیار خوش آمدین. تشکر. جنابشان آقای دلپوری دهن بسته بله نماینده نهاد راستگویان بسیار خوش آمدین. تشکر.
خوش آمدین خوش آمدین سلامت باشین قربان شما و جنابشان آقای ناراضی ماستر استفاده از موقع اساس بسیار خوش آمدین بسیار خوش آمدین دوست عزیز بسیار خوش آمدین خب سوال اول ما متوجه آقای رابلت کارشناس مسائل راهگومی است دوستی عزیز ما شما که کارشناس این مسائل هستین ما با کدام راه روان هستیم با کجا میریم سرنوشت ما چی میشه کدام طرف روان هستیم بالاخره اگر میشه که یک چند کلمه به دلپوری ما مردم داشته باشیم تشکر از سوال شما زیادتر مردم امیال در راه گم کردن گمراه شدن یعنی بله ما امیر میخوایم و اینا راه تا راست بله. ما راه داریم بله. راه بزرگ است راه آدم رو است راه قربان شما مشخصا راه مردم است کدام ما روان هستیم سرک قیرریزی است راه خامه است مثلا راه سرحد است کمساهای ما امیال اتمیان کارای میکنن در این طرف اون طرف بابا ما با کدام راه روان هستیم راه اینو مشخص بساز ترکستان میره امیاله کدام ترکستان یعنی چی کدام راهش از اون این راه هست کلش بدبختی بر ما بار میه خب اینالی مشکلات کدام بدبختی‌ها همین بدبختیایی که امیال دامنگیر ما هست این کلش از راههای غلط است که ما رفتیم کی باعث شده که ما در این راه غلط بریم اکثر مردم باعث شده از خود ما از بیگانه از همسایه از چهار طرف مشخص بسازید نفرا که از خودمون مشخص اینا نفرا رو خودتون هم میفهمین تعداد زیادی اگر من میفهمید شما رو دعوت نمیکردین در برنامه قربان مثلا با لباس تو میکارا میکنه یک تعداد با لباسی با شاهری با چهره با چهره ما شما مشخص کیای کارا میکنن مویدار یک تعداد موی کم یک تعداد کلادار یک تعداد قربانت شما مشخص بساز نفر همه چیز تو میفهمی این میفهمه اون میفهمه کل ملت میفهمه کل مردم میفهمه شما چرا خود کارشناس مسائل راهگومی میگین یک لحظه قربان شما شما چرا خود کارشناس مسائل راهگومی میگه پس بگین دیگه چرا تو سر من مداخله میکنی من راه خدا پیدا کردم من مداخله پس که راه را پیدا میکنی راه برات پیدا میکنی یا نمیکنی برو در چاه خدا پرتو می دقیقه نیست من راه خدا پیدا کردم تشکر که راه پیدا کردی جان یک لحظه نوبت شما میرسه یک لحظه قربان تشکر از شما آقای ایوانویچ قرچپوف متخصص ادبیات مسائل سیاسی خوش آمدین به برنامه ما میخوایم که سوال از شما شروع کنم این دوست ما یکمی خب خیر به هر صورت واژه ابطال در این شب و روز زیاد شده اما ما در خو ابطال میشنم در روز ابطال میشنم در خبر ابطال میشنم در راه ابطال میشنم در همه جا ابطال یه ابطال از کجا گرفته شد و چگونه در مسائل سیاسی ما دخیل شد قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم با زودتر وقت برنامه کم است با اترامات فائقه здравствуйте و ارشادات شایقه کک دیله و تمرینات لازمه و اس زایقه اسپاسیبه تشکر با من چی میگی تشکر واژه ابطال در عربی یک مقوله داریم یعنی کلا جمعا باطلا بله یعنی منظورتون چی باطل چی مسئله باطل یعنی چی باطل تمام مسائل مثلا یعنی روستیر کردن همه باطل مشخص بزنن کدام مسائل همه بیهوده شما از لابلای صحبت های من همین مسائل شما میتونین ارزیابی کنین ببینید امروز شما همگیتون نمیفهم با چی دلیل شما شف میگین شفتالو بگین قربان چه مردم منتظر تا واژه ابطال معنیش بفهمن باطل تمام مسائل باطل تمام کارها باطل تمام کدام عمل و عکس العمل کدام کارا دوستی عزیز کدام کارا کدام کارا ما اینمی مطلقاً جواب سوال شما بود امیدوار هستم شما گرفته باشین تشکر از شما خب در اردو هم میگه در تال ستال میلا گوش کنید قربان شما عزیز دلم ما سابق داشتیم شیوه کار بله شما که در ادبیات ماستر هستین متخصصین در ادبیات سیاسی خب شما بگین که کارشیوه از کجا برآمد این موقع؟ اولا باید بگویم که با مسائل سیاسی ما تحقیقات کردیم میخوایم مسائل ادبیات از بیخ بن خراب کنم میرسیم به سر مسائل چرا با چی دلیل خراب کنیم؟ کارشیوه براتون گفتم اینا شما از این معنیش میافید یعنی چی معنیش میافید ما خب کارشیوه آلس سابق ما داشتیم شیوه کار بله. یعنی کسی که میخواست کار کنه بله. شیوه کاره پلان کاره طریقه کاره ترتیب میکرد بعد از کار شروع میکرد کار در همه امور آل شده کارشیوه کدام کار مشخص بسازن کدام کار تمام کار مشخص تمام کار حال اجازه مثلا کدام کار حال چی میکنن حال چی بابا کار اول مشخص حال کارشیوه است اول کار میکنن پس اون شیوه و طریقه جور کدام کار کدام این حالا من براتون میگم یک نفر سابق میخواست خانه خودش چپه کنه بله تمام سامان و وسایلش نفرایش کل چیز میذاره بیرون میکشی چیزای کار آمده حال اول خانه رو چپه میکنن پس اون میره میبینن کدام خانه کدام میز میکشن سامان میکشن وسایل میکشن چوکی رو میکشن تمام وسایل که در خانه مونده که خانه رو چپه کردن اینی شد کارشیوه همه سابق اول نفر میکشیدن باز خانه رو چپه میکردن اینمی بود جواب سوال شما که تشکر از شما گرفته باشین قربان شما تشکر یک جان ممنون خب
سلامت باشین. سوال بعدی با متوجه جناب دهانبسته دلپر هستن، نماینده نهاد راستگویان. بسیار خوش آمدید. تشکر. شما را دانتان کی بسته کرده؟ با این دل پری که دارین چگونه بیان میخواین بکنین نگه پایدانه؟ تشکر. خانه با سلامت. شما یگانه میمانی هم هستین که ببینید من مثل شما میمان رو اصلا کار دارم. یگانه میمانی هستین که تشکر با من وقت میده که من شهرت پیدا کنم، زیاد گپ بزنم، مشهور باشم. قربانتون. تشکر. شما کسی هستین که واقعا قربان شما. آرام باشین، آرام باشین. تشکر از شما. قربانتون، قربان شما. یک جهان ممنون. تشکر. چرا قربانتون ناراضی نباشین، حال من غمتون میخورم. از نگاه اخلاق سیاسی یک آدم بسیار مؤدب هستم. بله بسیار مؤدب. یک جهان ممنون از شما. تشکر. واقعا شما مهمان عزیز مسیر. خب جناب آقای ناراضی ماستر استفاده از موقع اساس، ما میخوایم که سوال خود از شما بپرسم، اجازه هست؟ بفرمایید. تشکر از شما. شما چگونه موقع اساس پیدا میکنین؟ درست است؟ و چگونه از موقع اساس استفاده میکنین؟ شما اگر میشه برای ما بیشتر ما را متوجه این گپ بسازین. بر شما بگم که یک راز است، اما مشخصا براتون نمیگم. زمانی که شما جای مصروف هستین به سر یک کلی یک دیگه خود میزنین، ما از موقع اساس استفاده میکنم، اوجا را ما تسخیر میکنم. چگونه مثلا تسخیر میکنه؟ کجا رو تسخیر میکنه؟ عزیزم ما تسخیر میکنم. کجا رو تسخیر میکنه؟ تسخیر یعنی گرفتن است. کجاها رو میگیرین؟ همین لحظه من میتونم که شما را با جان یک دیگه تون بندازم. کجا رو میگیرین؟ با این موقع اساس هر صحبتی که دارم من خودم بگم. چگونه میندازین مورد جانم دیگر؟ میتونم بگم که شما وزنتون واقعیت بالاست، مگم هیچ وزنی نداره. ببینیم موقع یعنی چی؟ از کدام موقع میخوای استفاده کنید؟ شما باید بگین. شما اجازه بدین از موقع اساس ما استفاده میکنم. کدام موقع؟ کدام موقع جناب؟ من میتونم مستند براتون نشان میتونم موقع اساس چه رقمی ما استفاده میکنم. چی رقم استفاده میکنید؟ موقع اساس نمیتونی اجازه معلومات سوال داره به شما. چی شما وقتی کو میگه که از اینا بهترین شخصیت دارن، بهترین مردم هستن. ما را اجازه بدید بیاد. اخلاق ژورنالیستی همین رقم است که مداخله کسی را گپ زدن نمان. نمیمانه بابا، گپ نمیمانه. دوستان عزیز، این بود پیتاوی سیاسی برنامه. تا پیتاوی سیاسی دیگه خداحافظ شما. هلو. دوستان عزیز ببخشید که وقفه گرفتیم، اگر وقفه نمیگرفتیم دلم پر از بیاد هر چقدر بگویم کم است. شاید تا دیگر گپت خلاص نشه. چی کرد؟ منو چی؟ جان دلم چرا دلت؟ منو چی دلم؟ چرا؟ بیادر زده که خوردم میبردم مکتب سوخی یک بیسکت و جوز خریدم، قیمتش ارزان بود، او را دادم خودم خوردم، حال دل درد شده. من چرا ما کی رقم هستم او بیادر زدم چی حال شده باشه؟ میگه قیمت به حکمت نیست، ارزان به علت نیست. حتما کدام علت داره؟ چی علت داره؟ منو چی بگو. علتش حالا تفلک خبر داری که او چیزی نشده باشه. کجا گرفتی؟ تو اثر کراچی خریدی، دکان خریدی؟ ارزان بود. تاریخش سعی کردی؟ تاریخش چی میکنه؟ قیمتش ارزان بود گرفت. نوش جانت بابی. قربانتون شما. شما بخش ترمپوفا ببینید. خوش آمدید به بخش ترمپوفی برنامه. اینجا جایی است که پر از پوف است. پوف‌های هر نوع پوف اینجا موجود داره. بهترین پوف‌ها اینجا هست. خب برادرها خوش آمدید به برنامه. محترم تجار کرم دندان و تفنگچه را با خود داریم. جنابشان شامپو هم چنان. شامپو هم دارین؟ بله بسیار خوب. صابون هم من دارین. هر چیز. مشرف شدین. سنگ پای هم شما وارد میکنین؟ نه خیر. نه خیر. خب جنابشان هم یکی از مصرف کننده های وطن ماست. بخیر خوش آمدین عزیز دلم. بخیر باشید. خوش آمدین. خوش آمدین. محترم هیئت تفتیش اموال یا اجناس یا موادهای تجارتی، بسیار خوش آمدین صاحب. خب جنابشان یکی از تجارای گوگرد، ساجق، بقانه، دیگه چی هستین؟ گوگرد، ساجق، پتاقی. بله پتاقی. بسیار خوش آمدین صاحب. بسیار خوش آمدین. خب برادرها بیاین که پف کنیم. چی پف کنیم لولو؟ چی مانده برای ما چی مانده پف کنیم؟ یک لحظه برادر. خب بیاین که پف کنیم قربانتون شما. یک دقیقه تلفنم جواب بدم. برادر برنامه جانم. خواهش میکنم. مهمه. خواهش میکنم. برای من خواهش چیز نمونده که مال کانتینرای پاپور میال بیار که وقتش است.
خب. ساجقا تاریخ امیار چی که تاریخ تیر شده است بر که میاله تو میدان شغالی است. زنده باشی. خداحافظ. قربان چم عزیز دلم جن به خاطر همین چیزا ما میگیم پف کنیم که نباشه. تو میگی وارد کردن کانتینر دیگه و دیگه. زنده باشی. من بخی که کلمه پفت موافق هستم. خب من به خاطر که پف تجار هستم. بله از هر موقعیت استفاده میکنم. من پفتان داخل اینم بکنه که بگیرین. بیادر پفم دباین چی رقم حساب بیادر؟ این پفت داخل ازی بگو که یک سود به ما شوه و مملکت هم یک خدمت کنی. هم سبز شبت سبز خوش داری. سبز باشه همیشه. برادر ما چی کنم میره پف بیادر پف کنیم که بیادر همین موضوعات که میال تو گفت پاپوری چیزا و کثیف و چرک و رنگ و ماچم زار ما هر چی که وارد میکنین نمیاز می بره بیادر همیاره میتونه از بین بره تاریخ تیر شده از بین بره جان بیادر پشتش نگرد پف چی دایی پف کنی چی هم تو خالی پف کنی خود همین پف کنی که یک فایده ما میشه پف کنی یک جای شروع میکنی در پف کردن قربانو چم پف میکنی خودت ما شخصیتم اجازه نمیده که به این پف کنم ایواز ما باد پکا پف میکنم پف میکنم بله شما چی پف میکنین دایی ما اصلا وظیفه ما این نیست که ما پف کنم خب چرا ما هیچ وقت پف نکردیم شما از ما چیزی که از پاک و سوچه و واضحه شما شاید رقابت تجارتی هم داشته باشین که پیشرفت نکنه شما پف نمیکنین بله خودت چی پف میکنی یه بدرد پف نمیخوره پاشارو میشه که عزیزه برادر خب این بیادر همین پف نمیکنه مارکت پقانت میشه اون طرف که بیادر اینجا برنامه از جان بیادر یک تجار خیلی کجا معلوم شه که تجار خم تو کارا میکنه که معلوم شه تجار میلان پقانه تیر میشه بیادر یه برنامه تلویزیون نشر میشه بیادر سعی کنه کیفیت سعی کو وقتی که پف نمیکنین خب این یک کار دیگه کنین محترم خندم عزیز دلم یا میگن پف نمیکنین درست است خودت خیلی پف بکن ما خدمت شما لالا جان قربانتان شما جان سر این صدای چی هستی چی گپ بیادر یادر به این صدا صدای پف یک تجار که موبایل پوخونایش میشه درست است منتها به صدا پف که قربانتم پف تجار که مقدر قوی نباشه و تجار نیست کار میشه من کوشش میکنم مزاحم پف کردن من نشه کوشش میکنم به صدا پف کنم کار فکر از همین خاطر یا پس ماندن قدر پف کده کل چیز ما رفت ما چگونه به این سمت به حیث هیئت تفتیش مواد تجارتی انتخاب شدم بله. اگر شما سی وی مرا مطالعه کرده باشین بله. سی وی مقصدم از اون خلاص سوانه من بله. همون مطلع مشهوری که میگن از ریک روغن میکشن اونمو خاندانی از ما بودن از شما نکه ما در این کار مهارت داشت بله. خدمت شما عرض میکردم که از امو گل سرشویی که ما از خشت پخته می ساختیم بله. اینا خاندانی از امو استفاده کردن کنه چنانچه نمونده چیزشته بله. کل پیشانیش کل سرش پیشانی شده اگر شما متوجه شده بله 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 حقیقتا میگم قصدای تنکشی یا می تمام چپت بگی نه ما رفشانه لطفا شما پف نکنین با جایتون تشریف داشته باشید اگر نمیگم کی پف میکنه برادر تجارت محترم بسیار پف پیسدار میکنه جان من شما چی میگین شما میتونم براتون کل طفلای تا آخرم رو خود استفاده کنم پیسه میتیم وزیدت که میگه پای زیر خواه قربان شما تشریف ببریم بیادر کار ما رو این رقم نیست کار ما جان بیادر حالا تو ما در جان ما میخواین شما جناب محترم من مجبور شده که گپای دیگه خدا نمیگم اول از جناب ایشان شروع میکنم البته کل تجارانه آدمای بسیار شریف است مولا و اجناس بسیار زیاد خوب می از جمله دو تجار را که ما فعلا دستگیر کردیم سند هم دارم اینا وارد کننده کریم دندان هستند میفهمین با کمپانی چی سفارش داده سفارش داده گفته شما ماشین جور کنین که از کریم دندان چی میکنی چی حالا 3 روز است یک چیز خو برای ما نمونده داره زورم برای ما نمیمونه زورم باره کفانده ما تو پفای شنیدیم که اگر 100 تا از این قسم پفا داشته باشیم از این جای خود تکان 100 تا ایتا بطر قونی والا گه بطر سربانه از این پوخانه کپیدن کرده این تاریزی آب میشه شما به این اندام توجه داشته باشین میگفتم آیت از یک رنگ روخش رقم شده اجازه بتین اول از جمله اجازه بهترین پقانه اصل بود بیادر چی صدایی داشت ایدگام تو در صدایش بستگی در رنگایش داره نفری اول صدایش بستگی در پف داشت که اون تو پف کردی که اون کفار اگر میگم اینو یک لحظه عزیز دلم گفتم براتون که تمام تجارا نی البته بعض استثناء هم بله که از جمله جناب محترم براتون با سند ثبوت به صدا پف که قربانت شما اول صدا داشت آی صدا نداشت تو نمیشنوی خب به صدا بکنم پف بفرمایید
ما رفتم یک ارزیابی کردم از کریم دندان از اینا. آها. جناب ایشان بله. به کمپانی در خارج کشور توصیه کردن که برای ما کریم دندان کلش پف پر کو، بله. کلش هوا پف کو، بله. صرف یک پرخه که یک کریم دندان نیست، یک برس اونمو فقط کریم داشته باشه که نمونهش اینجا است که شما میتونید توجه کنید. بله. شما تو بس کو بچه بس کو اجازه بدین بله. سعی کنین. آها. کلش هوا ای. یک پرخ کریم. خب بس دیگه خب بیت بله، کریم اینو شما دندان سند داشته باشین همراهتان. امیال وادش کردی نه؟ گپ نزن. امید لحظه یه امید کریم دقیقه. دندان از کریم دندان است که بیچاره برای روز بعد خریده. است این بیچارم خریده و از جناب محترمشان بله، یک لحظه، یک لحظه. ارزشترین قوطی بیادبی ما پاکستان ای را ماچس میگن، نامش نمیگم. خب از دکان از اینا قیتی گرفتیم، شما تقلب سعی کنید. این طرف میبینین هر کسبتی کورم که بتی یک لحظه قربانتون، یک لحظه بانک کورم که بتی کی را واز کو چه قسم واز میکنه. این سر قوطی است. ای ما میگم اینا رو هیچ کس شخصیت خدا پایان نمیاره کی را ببره. بله. ایره که خریدن میگمش که 1 روپیه یا 1 قران خریدیم، میره از دکان دیگه میخره. بدبختی هایی که در مابین از شما سعی کنید. اینی سوء استفاده از یک گوگرد است. بله. کی را به خاطر سوء استفاده از گوگرد. بله. و نامش هم گرفتم از ماچس. گوش خدا پاک میکنه. ما با کلش شما دلیل سعی دارم. کنین هر گوگرد کلاپرک است. بله دیدم. نصفش پای شکسته. خب کتلا خودش یک دونه سیگرت در نمیاد. اینا رو خودت مجبور میشی از دکان پس دیگه بخری. تمام والا چی سر صدا انداختی قربان چه؟ ما حرکات از یارا که میبینم بخی عصبانی میشم. در کش پفتم صدا میاد، در پفتم صدا میاد. مستند گپ دلایلش بگویم، مایلاتش بگویم. مستند گپ من. صبر که یک لحظه. این بیچاره خریدار است. یک لحظه قربانت. تشکر. ما شنیدم گپایت. خانه تابد. شما چه دفاعی داری؟ اجازه بدین تشکر از شما، از بیننده های شما، از کسایی که زودتر که وقت برنامه شما یک ذره آرام باشین، یک چند دقیقه که گپ بزنیم. اول در مورد کریم دندان گفتم. کریم دندان فکر کنین یک کریم دندان در اروپا چند قیمت داره. بله. ما یک کریم دندان با کیفیت موادش درست کم ولی کیفیت خیلی بالا داره. یعنی برای یک دفعه دندانشویی شما تولید کنین؟ بله. سعی کنین اگر من میره تولید کنم، بله، مواد زیاد باشه، خب مردکه روز 10 دفعه که دندان خود یا 4 دفعه حداقل 3 دفعه حداقل بشوره، دندانش منگش پاک میشه. باز ما مردم چی 3 دفعه شستن نبود، هفته یک دفعه. متوجه هستی؟ باز اینمی کریم اونم قدر شبکه می دندانای خود پاک کنن، دیگه اسراف از گناه داره. تشکر از شما. دیگه مسئله سلامت باشید. دیگه مسئله جان ما تفنگچه پلاستیکی خوب شد گفتن. تفنگچه پلاستیکی زیادتر کار ما تفنگچه پلاستیکی است. ما تفنگچه پلاستیکی رو وارد کردیم، درست؟ من یک آدم که مرمی یک طفل یک کسی را میزنه ساعتش هم تیر میشه. بله. حداقل خود نمیمونه، تفنگچه دیگه خود نمیزنه که میکشه. خود نمیمونه، یک چشمش شلوار میشه، یک چشمش میشه. بله. در هر عید دیوانه شدیم از دست قدر صدا. خب فقط تفنگچه است. تو خوب کار میکنن. چشمت چی کرده خریدار صاحب؟ چشم باور که از خاطر نمی تفنگچه‌های نمیای که ساخته میکنن. ساخت بچگاه که زده چند ساله بود؟ این باورت نمیشه، فقط بگه که این آدم این طفل 5 سال عسکری کرده به یک نشان زده می چشم. قربانت شم، مثل خودت معیوب در عید گذشت چند نفر در خانواده معیوب داری؟ یک اینمی من فهمیده از چشم از یک چشم عیبی شدن دیگه کلیشان از چشم عیبی شدن که من خودم دستشان میگیرم. چند نفر یک چشم شد دایی؟ خود نمورده و بدار از او کده که بمورد تفنگ صحیح باشه بزنم. قربان شما. دیگه مثلا بچه از اینا تبلیغ میکنه دیگه طفلا رو میگه برین از این دکان تفنگچی دیگه مثلا یک لحظه من میشه یک گپ دارم با طرفداری از بفرمایید. وقتی که حیات میگه خب من باید گپ بزنم. نه دیگه مثلا من شامپو وارد میکنم، درست؟ شامپو برادر در این وطن خاک از گل است، موی بانی زود مویت خراب میشه، جر بنگر. از اون که کل باشه خوب است یک صافی بزنه. نصف کلش پیشانی ساخته. شما سرتون را لچ کنم میایتان چی رقم است ببینم. پیشانی تموم میشه. موی داشت سعی کنه حالا بیادر کلش میره. روی چقدر زیاد شده، روی زیاد شده بیادر. سعی کن. روی کار تا روی زیاد کرد. اما جنجالش خود سعی کن نیم ساعت وقت مرا میگیره. از یک وقتش میگیره. خودت چی دفاعی داری؟ اینا چی رقم یک مسئله. او برادر امی پیشانی کی از 4 انگشت زیاد است، خود نصف کلش پیشانی شده است. خوب است کل مویش رفت یک صافی میزنه حاجت شش. قربانتون شما شامپو نخره. ما به خاطر می گوگردا که میگه ما گوگردم وارد میکنم پتاقیام پوخانه ما خودی چی یک صدایی داره، فقط که بگو این تاری شد. صدقه پوخانه چم خب
بازم با اساس عمق گپایتان پوف میفرمین. یک مسئله دیگه که من یادم نره، اونو برادر ما همون تجار ما هست همیشه دروغ گفتن تاریکی ایمان است. چند دفعه می تو اومدی حق تگرفتی؟ قربان چه؟ چند دفعه کباب چوپان دادیم، چند دفعه کباب چوپان دادیم زیاد دلش صدقه چم یک دقیقه آرام باش. لالا جان لالا یک دقیقه چپ چپ. شما آهنگ ببینید. جمکو دلارایتا غرق وطن دارتا جمکو دلارایتا در داخل خارج بیادر یاد کو سرمایایتا در داخل خارج بیادر یاد کو سرمایایتا میمون پیشه بفایم رازکایتا بفامم میمون پیشه بفایم رازکایتا بفامم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم بیاد میدان دورو برت مافزان بالکس بیاد میدان دورو برت مافزان اولادای تا خارجن نشده قسمایان اولادای تا خارجن نشده قسمایان مهمان پیشه بفایم رازکای تا بفامم مهمان پیشه بفایم رازکای تا بفامم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم سبز مستت قصرای هر طرفت خوابای سبز مستت قصرای هر طرفت مرا دیوانه کده کنجوسی دل سختت مرا دیوانه کده کنجوسی دل سختت غرق وطن دارتا جمع کو دلارایتا غرق وطن دارتا جمع کو دلارایتا در داخل خارج بیادر یاد کو سرمایایتا در داخل خارج بیادر یاد کو سرمایایتا مهمان پیشه بفایم رازکای تا بفامم مهمان پیشه بفایم رازکای تا بفامم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم نگو نگو تجار نمیشی ارمان با دل میمانم خب دوستای عزیز آهنگ دیدین خوشتون آمد شما رو خوشتون آمد حتما ببینید عزیزم خوش آمد بسیار عالی یک چیز دیگر رو نگفتم پتاقی هم وارد کردن پتاقی بابا این پتاقی چی است پتاقی میزنید پتاقی وارد کردیم بابا قربان چه چی پتاقی بندازید نزن پتاقی نه کمک پتاقی نزن قربان چه اومد دستش بده پتاقی ها خرابه شو دستمو آ جان بده بده درگی خدا که اولا به کفا
غرق و وطن دارت. سلام جان، من شیر جان. من واقعا بسیار خوش هستم که اینجا یک کار است کار میکنم. مگم بسیارا رو میبینم که در چهارراه هستن، ایستاده هستن بیکار. میخواین که یک پیسه 2 تا نان گیر بیارن، امورم گیرشان نمیه. پیشش بده من. بیکاری بیداد میکنه، بالکل بیکاری زیاد شده. بیا با امیدی که یک روز همگی صاحب کار باشن و دیگه فقر و ناداری در وطن ما بیداد نکنه و صلح سرتاسری در تمام کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان عزیز باشه. بخش بیت المشکلات رو ببینیم. بابنگوری سلام. جان سلام چطور هستی؟ جانک جور بیا خوب است بابنگوری. میربانی چطور هستی؟ جانک جور خوب هستی؟ سلامت باشی. جان میبخش بابنگوری، از خاطر همه تاویزات که بسیار شنده معروف است آمدیم پیش یک تاویز برای من بده. یک 3-4 ماه بعد دیگه مکتبم خلاص میشه، من در خواندن میشن زیاد تو لایق نیستم. میخواستم برای من یک وظیفه پیدا شود، یک وظیفه پیدا شود که از دلم باشه، اونجا برم از دل ماش بگیرم و تو کسای دخترای دیگه که باشه یا خانمای دیگه سرم چون دلن نتن. هیچ رای نزن من 1 دقیقه یک وقت دوری اینجا که سوچ میخوایم یک اسکنت کنم. یک که سوچ دستکت سر میزبان. این چیزه بابنگوری؟ چقدر نازه؟ یک اسکن میشیم. یلا بیشی بابنگوری میبخش یک چاکلت میره چای هم است چاکلت بس هست. اینی من نخوردیم میتونی خود بابنگوری اونم با تاویزه میخوایم خلاص. پیشت املا و این شاید نگرد، هیچ بدرد نمیخواد. نه دیگه بابنگوری اگر هیچ بدرد نمیخواد. اگر پیش از ما میگشتی پیش وقتی خودی که در اینجا نمیامدم. داخل شدی کمی سیل کردم هیچ خودت هیچ ضرورت به تاویز من نیست، خود تاویز است. دانه بسته میسازی، جیب آواز میسازی، دیگه همی هر چی که بخوای زندگی به طرف خودت لبخند میزن، لبخند چی که قهقه خنده میکنه. سکرتر خود میشی. نه بابنگوری میبخش این بسیار. از امی در خواجری رو میرم بدون از اینکه نامت نوشته کنم امضا کن. بابنگوری خودت میفهمی خارج من بالاستم. خیر است. یک دوست مس میری پیش چوکی بسیار بلند داره. یک دقیقه من کارت حال جور میکنم. بله السلام علیکم بابنگوری سم. سلام علیکم جانک شما جور چی حال خوب هستی؟ چطور هستی؟ آمدی؟ والا من رفته بودم. بله تاجیکستان رفته بودم. همون چیز امام علی رحمانوف مرا خواسته بود. همون تاویز را که برش داده بودم که گفته بودم تمام عمر رئیس جمهور باشه، همون در جانش خوب کار کرده. بس یک خوش دیر شده حال چی مردم همین دل بسیار رفتین اون دیدین چقدر خوش آدم میزه میدان همی که میادم تو میشه دل آدم میخواه که یک کمپوز جور کنه. همون دختر ها میرقص شده که میبینه از این میدان همی تو موتل این همه ترسه. بسیار خوش دیر شد. خب باش که گپ یادم نره یک بسیار یک بیبیگه که گل همه تو برات پیدا کردیم. اون امور به سکرتر که گفته بود اخبارم بود خودتون برای من گفته بودی جان تو یک ماشاءالله یک چیز یک تکه پندک گل از این سر تا آخرش که حساب کنی هیچ نقص نداره. این زاویش والا او زاویش کل چیزش خوب است. یک ذره یک املا اینچاش خیر است و هم جور میشه املا اینچاش یک ذره نداره. بیخی یک خندروی خوشخوی هزار که من خودم میارمش اینا میاله من خودم میارمش میبینیم انشالله میتونه. بله خداحافظ شد کار چی دیگه شد بابنگوری یک جایی که پیسه میگم من موتر میگم من کشفش میگم من همه تو پندک همه تو یک جایی که فقط همه تو فکر کن یک گلدان با یک باغبان خوب. بابنگوری نباشی ماشه اول مسخره پس بابنگوری بس چون خیر است که پروا نداره. بله جان چطور شد؟ خودم میبرم طبخ کل کار بانم بابنگوری هست که من دارم میخرم بیا باش که موتروان چی شد بیا بابنگوری باش میام دیدین بابنگوری را با مشتریایش
بابنگوری هر روز یک مسئله نو برش پیدا میشه. ساعت بابنگوری چقدر تیر است؟ ساعتش بسیار تیر زیاد. میفهمی چی شده؟ چی شده؟ یک موضوع خیلی مهمه دیگه. آها. یک قدری مهم است برنامه خلاص است. راستی میگی؟ خوب شد گفتی نه؟ خب بیننده عزیز، این بود برنامه تیری هفته. خدا کنه که لذت برده باشین از بخشای متفاوت ما و فیسبوک برنامه، همچنان ایمیل آدرس برنامه، شماره های تلفن برنامه. تا برنامه بعد، خداحافظ و ناصرتان. خداحافظ. بای بای.